دادگاه نویه نوفگورود شهر تاریخی ولیک نوفگورود روسیه شهروند 19 ساله تاجیکستان عبدالمطالب حسنوف را بر اساس قسم 3 ماده 158 کودکس جنایتی روسیه در دزدی پول از کارت بانکی گناهکار شناخته و به 6 ماه زندان شرطی محکوم کرد. خود این جوان تاجیک برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی دادستانی ولایت نوفگورود روسیه روز 9 نوامبر سال 2022 خبر داد که ماه اکتبر سال 2021 عبدالمطالب حسنوف در نزد یکی از بناها در شهر ولیک نوفگورود کارت بانکی رو یافته، به جای آنکه آن را برده به پلیس بسپارد با کمک این کارت بانک در چندین مغازه شهر به مبلغ بیش از 700 روبل خریداری کرده است. قرار معلوم بسیاری کارت های بانکی در روسیه برای خرید به مبلغ تا 1000 روبل پین کد طلب میکنند. در اطلاعیه دادستانی ولایت نوفگورود گفته می شود که جوان تاجیک گناه را به گردن گرفته ضرری به صاحب کارت رسانیده‌اش را برقرار کرده است. دادگاه با در نظر داشت موقع دادستانی عبدالمطالب حسنوف را به نیم سال زندان شرطی محکوم کرده برای 6 ماه مهلت سنجشی مقرر کرده است. اداره زندانهای روسیه بار آخر 2 سال پیش خبر داده بود که در زندانهای این کشور بیش از 7000 نفر از شهروندان تاجیکستان ادای حکم میکنند و بیش از 1200 تن دیگر در بازداشتگاه‌های این کشور منتظر انجام تفتیش پرونده هایشونند. یک قسمی آنها برای جنایت‌های مربوط به قاچاق مواد مخدر، قسمی برای تقلب اسناد و یا عبور غیر قانونی مرزهای روسیه زندانی شدند. همین طور ده‌ها تن از زادگان تاجیکستان در محبس‌های روسیه برای اعمال جنایی چون دزدی و غارتگری و حتی بندیتیسم و آدمکشی نیز ادای حکم میکنند.